مرزبانان تاجیک ادعای مرزبانان ازبکستان را رد کردند که میگویند یک شهروند تاجیکستان را هنگام عبور غیرقانونی مرز کشتند. ریاست مرزبانی در کمیته امنیت ملی با ارسال بیانیه بر رد آزادی گفت که شهروند تاجیکستان هیچ گناهی ندارد و با عیب سرحدبانان ازبکستان کشته شده است. حادثه روز 15 اپریل در نزدیکی روستای شلوم در ناحیه ترسونزاده به وقوع پیوسته است و یک شهروند دیگر تاجیکستان زخم برداشته است. در بیانیه آمده است که مرزبانان ازبکستان برخلاف تمام معیارهای بشری بین المللی شهروند مجروح تاجیکستان را در جای حادثه گذاشته رفتند و رفتار مرزبانان کشور همسایه نقض مسلحانه سرحدی تاجیکستان است. از این پیشتر کمیته مرزبانی ازبکستان گفت که اصلدین شایموف شهروند تاجیکستان هنگام حمله به مرزبانان ازبکستانی تیر خورده کشته شده است. به گفته مرزبانان ازبکستان روز 15 اپریل سه شهروند تاجیکستان هنگام چرانیدن چاروا در نزد روستای قرقسای ازبکستان مرز را عبور کردند و با سرحدبانان دعوا کردند که چراگاه در قلمرو تاجیکستان است و سپس به سر آنها کلتک و کارت کشیدند. در پاسخ به گفته مقامات ازبکستان مرزبانان مجبور شدند که برای حمایت خود به سمت شهروندان تاجیکستان تیر اندازند. اما در بیانیه ریاست مرزبانی تاجیکستان تمام این ادعاها رد شده است. در آن از جمله گفته می شود که حادثه در چراگاه در داخل تاجیکستان ساعت 5:30 صورت گرفته است. در این وقت دو مرزبان ازبک تا 100 متر به قلمرو تاجیکستان وارد شده و پادبان‌های تاجیک را دستگیر کردند. وقتی آنها گفتند که اینجا قلمرو تاجیکستان است و آنها به سردار منطقه مرزی خبر می‌دهند، یکی از سرحدبانان به خشم آمده و گفته است که حالا من به شما نشان می‌دهم. بعد این به گفته ریاست سرحدبانی ازبک از دوری 3 متر به سمت شهروندان تاجیکستان تیر انداخته است و اصلدین شایموف را کشته است. برادر او از دست و پایش تیر خورده و زنده مانده است. به قول ریاست به قلمرو ازبکستان بردن جسد اصلدین شایموف و رها کردن دو نفر دیگر با هدف پنهان کردن عملکرد غیرقانونی مرزبانان کشور همسایه بوده است. مقامات مرزبانی تاجیکستان در این بیانیه میگویند ظاهرا شهروند تاجیکستان هنگام بردن به قلمرو ازبکستان زنده بود، زیرا همتایان ازبکشان نمیتوانستند چنین زود نامناسب قربانی را معلوم کنند. ریاست مرزبانی میگوید پاسبانان سرحد از کشور همسایه برخلاف معیارهای بین الملل سازشنامه‌های دو طرفه و توافقات رهبران نهادهای مرزبانی تاجیکستان و ازبکستان درباره حفظ دوستی و برادری عمل کردند. گروه مرزبانان ازبکستان برای تحقیق قضیه روز 17 اپریل به محل حادثه آمده است. تاجیکستان و ازبکستان بیشتر از 1100 کیلومتر مرز دارند و سرحد بین دو کشور در سمت ترسونزاده اکثرا تعیین و علامت گذاری شده است. جنجال در مرز دو کشور در گذشته دیده شده است، ولی ماجرای نو در زمان به وقوع می‌پیوندد که مناسبات تاجیکستان و ازبکستان پس از درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین بهتر شده است. مناقشه هم در مرز 2 روز پیش از افتتاح نخستین نمایشگاه محصولات صنعتی ازبکستان در دوشنبه صورت گرفت. این زمان ده‌ها تاجر و کارخانه‌های صنعتی کشور همسایه مال و محصولات خود را در پایتخت تاجیکستان به نمایش و فروش گذاشتند.